سه بازیکن پاریس سن ژرمن که تو پرتغال بازی میکنن. من بگم بگو. دورونده جون نویس ویتینیا. آفرین اینم درسته. چی بدی؟ همون نده بشه ادوانس کی گرفتی؟ ببین ادوانس تو. یا ادوانس. اما که درو کردی. آقا کدش هم برای شما. چی نه؟ کدش هم شما. نه. ام بیا. آقا کد برای شما. اینم کد برای شما. اینم کد. فقط آقا ویدیو رو لایک کنید. خب بریم بعد سوال کانال ما رو بعدی. سابسکرایب اینا که جواب نمیدن. سخت است. خب بریم سوال بعدی. فقط ویدیو رو امیره. امیر تاهای. به بیشترین جام جوانی نگم بیشترین جام باشگاه‌های اروپا از اول تا سوم. بارسا، رئال، یوونتوس. تو اشتباه گفتی آقا تا امیر. رئال، بعدی دوم تیم دومش کیه؟ بارسا. نه منچستر هم نیست. رئال، بارسا هم نیست. رئال، پاریس. نه دوره خود رئال. نه دوباره که نمیشه دیگه. تیم اول رئال با 15 تا قهرمانی، تیم دوم آسه میلان، آفرین بایر مونیخ. آفرین. چاکریم.